بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که صحت و سلامت باشید. این جلسه میخواهیم در ارتباط به آبهایی که وضو میشه یا نمیشه را برایتان بیان بکنیم. علمای فقه در کتابهایشان آب را تقریبا به 5 نمونه تقسیم بندی کردین. گفتین که به حساب یک آبی است که هم پاک است و هم پاک کننده، یعنی آب مطلق. همین آبایی را که در جلسه قبل ذکر کردیم، مثل آب چاه، آب چشمه، آب باران، آب برف، آب یخ، آب باران، دریا، بحر، رودخانه، اینا همش آب مطلق حساب میشه که با اینا هیچ مشکلی نیست. هم پاک هستند و هم پاک کننده هستند بدون کدام کراهیتی یا ناروا بودنی. یک آبی است که مثلا حالا انسان هست در شرایطی قرار میگیره، آب هست ولی مثلا در یک تشتی یا در یک کتری چاینکی آب میباشه، سرش باز است، دیگه آبی نبوده یا دیگه آبی موجود نمیباشه، ولی متاسفانه از اون آب گربه دیدی خود با چشم استفاده کرد، یعنی گربه آمد از آب خورده یا مثلا مار آمد آب خورده. آیا با این آب هم میشه وضو گرفت؟ البته دیگه آب موجود نباشه، چون اگر در وجود آبهای دیگه که مثلا هیچ مشکلی نیست، با این آبها اصلا درست نیست. یعنی انسان باید خودش هم عقلا هم این جور در نمیاد. وقتی آب درست صحیح سالم باشه و تو بری با آبی که مثلا از اون گربه خورده یا مار خورده یا حیوان دیگه خورده، بری با اون تو وضو بگیری. اینا در صورتی هستن که دیگه آبی وجود نمی داشته باشه. گفته علما با این آب کراهیت داره. آبی که از اون گربه خورده باشه، دیگر آب وجود نداشته باشه که شما وضو بگیری، با این آب وضو کردن مکروه است، مکروه تنزیهی. آب دیگه هست فقها گفتن به حساب پاک هست ولی پاک کننده نیست، یعنی این سومی میشه. اولی آب مطلق بود، دومی آبی که پس خورده گربه بود. آب سومی پاک هست ولی پاک کننده نیست. پاک هست به معنی چی؟ یعنی به معنی که اگر در لباست میخوره، در بدنت میخوره یا به حساب به جای دیگه تماس پیدا میکنه، یعنی این کثیف نیست، بدنت را یا لباست را یا جای نماز را کثیف نمیسازه، پاک است. مثل آب چی؟ آب که برای وضو استفاده میشه. آب وضو آب مستعمل، یعنی با این آبها وضو نمیشه، ولی این آبها کثیف هم نیستن، پاک هستن و پاک کننده نیستن. یک کسی مثلا میاد غسل میکنه، آبش یه جای جمع میشه، توی تشتی یا توی گودی جمع میشه، با این آبها وضو یا غسل نمیشه. این آبها پاک هستن ولی پاک کننده نیستن. حتی علمای کرام گفتن حتی اگر کسی وضو هم داشته باشه ولی باز هم بالای وضو دوباره میخواد وضو بگیره، یعنی وضو علی الوضو، برای ثواب، برای قربت الله، برای که ثواب شوه وضو در آقا میخواد بره وضوی تازه بگیره. همین آبی هم که از این دوباره یه جای جمع میشه، این آب مستعمل حساب میشه. یعنی با این آب اگر آب دیگه موجود نباشه وضو گرفتن درست نیست. و این میگن آب مستعمل، پاک هست ولی پاک کننده نیست. هم غسل هم همین شکل است. اگر کسی غسل هم میکنه آب پاک است ولی پاک کننده نیست. البته این باید اشتباه نگیری که اگر خدای نخواسته مثلا بدن انسان یا دست یا پای جای کثیف باشه، خون داشته باشه یا مثلا مدفوعی یا ادرار چیزی داشته باشه، بعد که بشوری و یعنی وضو بکنی،
در اون صورت او آب اصلا کثیف است، اون آب دیگه پاک حساب نمیشه. این در شرایطی است که بدنت تمیز است، پاک است، هیچ مشکلی نداره، تو وضو میگیری آب دیگه جای جمع میشه، این آب به حساب مستعمل حساب میشه، پاک است ولی پاک کننده نیست. در این صورت وضو کردن درست با این آب نیست. اگر در جای به حساب اگر بخوره در لباس یا در پا دست هر جایی مشکلی به وجود نمیاد، یعنی تو بینماز نمیشی. این آب چی بود؟ سومی بود. آب چهارمی را فقها گفتن این آبی که نجس است. آب نجس کدام آب است؟ آبی است که مثلا چیزای مثلا مثل مدفوع، مثل خون، ادرار، اینا چیزا باش مثلا آتیش شده یا داخلش افتاده، یا حتی مثلا حیوانات خود مرده یا حیوانات کثیف هستند، یا حتی به حساب شراب. حتی علما شراب هم حرام گفتن، کثیف گفتن. اگر اینا به حساب داخل آبی به حساب البته کم باشه، اگر قاطی میشن اون آب دیگر کثیف شده، با اون آب وضو کردن، غسل کردن درست نیست. مثلا آبی که اگر به او ادرار میشه یا ادرار مثلا حیوانات مثل گربه و یا مثلا سگ یا مثلا اینایی که درنده هستن، این کلا دیگه این آبا کثیف میشن. حتی اگر به بدن یا به لباس هم بخوره دیگه بدن لباس هم کثیف میسازن، بعد دوباره این آب شسته شود. این آب نجس است. با آب نجس هرگز نه وضو میشه و نه غسل. اگر جای دیگه آبی نباشه غیر از این آبها، با این آبها وضو کردن و غسل کردن درست نیست. آدم باید در اون موقع اگر وقت نماز باشه باید چیکار کنه؟ تیمم بکنه. تیمم بکنه و نمازش را ادا نماید. یک آب دیگه فقها ذکر کردن، البته کن شاید بعضی ها هم اصلا بعضی مذاهب مثل تشیع شاید اصلا قبول نداشته باشن، که اون آب میگن مشکوک. آب مشکوک آبی است که از اون الاغ، خر یا قاطر که از اون خورده باشه، پس خوردی از اونها باقی مونده باشه، مثلا ظرف کوچیکی از یه تشتی است یا یه کاسه است، مقداری آب از داخلش، متاسفانه مثلا خر یا قاطر آمده از این آب خورده، باقی مونده که یعنی به اندازه که میشه وضو کنی یا غسل کنی، دیگه هیچ آبی هم وجود نداره. علمای کرام گفتن با این آب هم باید وضو بگیری و هم باید تیمم بکنی. این آب علمای ما مشکوک گفته، یعنی در پاک کنندگیش شک وجود داره که آیا این پاک کننده هست یا نیست. به خاطر همین علما گفتین در آبی که اگر از اون آب قاطر یا خر آب میخوره، اون آب را باید هم اگر آب دیگه وجود ندارد هم باید وضو بگیرد یا غسل بکند و هم تیمم بکند، بعد نمازش را ادا نماید، یعنی نمازش را بخواند. و السلام علیکم و رحمت الله.